دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شده است. دونالد ترامپ در حضور طرفدارانش گفت که رقیبش هیلاری کلینتون به او زنگ زد و با پیروزیش تبریک گفت. نامزدی 70 ساله حزب جمهوری‌خواه آمریکا که یک عمر به تجارت مشغول بود و هیچگاه در نهاد دولتی کار نکرده است، اکنون به کاخ سفید می‌کوچد. هرچند اکثریت پیش بینی می‌کردند که دونالد ترامپ که با بیانیه‌های جنجال برانگیزش میلیون‌ها آمریکایی را آزرده کرد، شکست می‌خورد. برای صحبت در این باره مرداد ساقا مدیر منطقوی رادیو آزادی را به استودیو دعوت کردیم. به برنامه ما خوش آمدید. آقای مردا، همه پیش بینی و نظرسنجی خطا بود یا چی شد که هیلاری کلینتون شکست خورد؟ اول اجازه بدید توضیح بدم که نظرسنجی ها همیشه درست نیست. اکثر اوقات نظرسنجی ها 1 یا 2% اشتباه میکنن. دوم، در نظر داشته باشیم که توافق آرا در سراسر آمریکا حدود کمتر از 1 میلیون بود. یعنی از حدود 120 میلیون رای تفاوت 1 میلیون، تفاوت چندینی نبود. بنابراین این اشتباهات اتفاق میفته. اینجا چند مورد ممکنه وجود داشته، چند دلیل. یکی از دلایلی که پیشبینی ها درست نبود این هست که قشر ساکتی برای ترامپ آمد بیرون و در انتخابات شرکت کرد. این قشر ساکت افرادی که شاید در 20 یا 25 سال اخیر به ندرت در انتخابات شرکت کردند، ولی پیامی که ترامپ میداد این آدم ها را جذب کرد، هیجان انگیز کرد و این آدم ها آمدن و در انتخابات شرکت کردند. مؤسسه هایی که نظرسنجی را انجام میدن معمولاً نظر اون افرادی را میسنجند که معمولاً در انتخابات شرکت میکنند و خیلی دشوار حدس بزنه اون مؤسسه که چه اشخاصی که هیچ وقت نبودن در انتخابات این بار خواهند آمد. بنابراین کمی از این لحاظ کمبود داره نظرسنجی ها، متد نظرسنجی ها. و بیانیه های جنجالی دونالد ترامپ که به همه معلوم است، ساختن دیوار بین مکزیکو و آمریکا و همین گونه راندن میلیون ها مهاجر غیر قانونی، آیا این کارها را در واقع اکنون در عهد ریاست جمهوریش کرده میتواند؟ من تردید دارم. همین امروز در سخنرانی خود وقتی که خودش به خانواده خودش و به هوادارانش تبریک گفت و اعلام کرد که انتخاب شده، حتی یک کلمه درباره مهاجرین حرفی نزد. البته فکر میکنم که مجبور میشه یک پلانی پیشنهاد کنه در این مورد که چه نوع قوانین جدیدی لازمه برای سازماندهی این اوضاع هرج و مرج. واقعا مهاجرین قانونی خیلی کمتر از مهاجرین غیر قانونی هستن، همچنین که میدانی در آمریکا، و هرچند 30-40 سال دیر، ولی این حکومت مجبوره یک کاری بکنه، یک قانونی بگذرونه، یک پلانی را اجرا کنه. و ترامپ درباره سیاست خارجی آمریکا هم وعده‌های بلند داده است. از جمله گفته است که سازش اتمی با ایران را به اعتبار میکند. آیا چون این کار از دستش میآید؟ این دشوار نظر داد در این مرحله، برای اینکه آقای ترامپ جزئیات زیادی درباره سیاست خارجی خود نگفته. خیلی حرفا در طی کامپاین انتخاباتی داده میشه و ما همچنین میدونیم که اکثر اوقات کاندیداها بعداً یا فراموش میکنند یا عمل نمیکنند و یا یک نظر دیگری دارند. باید منتظر شد و ببینیم که در مقابل ایران چه سیاستی اتخاذ میکنه. البته اگر همچنین که خودش بارها گفته روابط خوبی با روسیه و پوتین داره، روسیه و ایران هم حالا روابط خوبی دارند، آیا روسیه میانجیگری میکنه؟ آیا ایران به طور عامه بگیم کوتاه میاد در مقابل ترامپ؟ اینا بستگی به این موارد داره. و آخرین سوال، انتخاب ترامپ به حیث رئیس جمهوری قدرتمندترین کشور جهان آیا پیامدهای جدی در صحنه بین الملل میتواند داشته باشد؟ باز هم
باید منتظر شد و دید. در این مرحله دشوار پیش بینی دقیق کرد، ولی یک چیزی را ذکر کنم. ببینید رئیس جمهور آمریکا که کشور بزرگ و قدرتمند و ثروتمندیه تنها عمل نمیکنه. کاندیدات ترامپ یک چیزی و رئیس جمهور ترامپ یک چیز دیگری است. دهها اگر نه صدها مشاور متخصص، مقامات بالای ارشد حکومتی در کنار رئیس جمهور جدید کار خواهند کرد، صحبت خواهند کرد، نظر خواهند داد و بنابراین ترامپ به عنوان یک انسان مثل هر انسان دیگه‌ای و به خصوص به عنوان رئیس جمهور باید این نظرات را در ذهن خود داشته باشه. موقع تصمیم گیری باید تمام موضوعات حساس را در نظر بگیره. بنابراین اینطور نیست که هیجان زده بشیم و بگیم که چون ترامپ در طی انتخابات کمی باز صحبت میکرد شاید اشتباهات وخیمی انجام بده 3 ماه بعد یا 6 ماه بعد. فکر نکنم. تشکر. مرداد آقا مدیر منطقوی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر. تشکر از شما.